اسم من آنتونیه و امروز اومدم تا یکی از وحشتناکترین اتفاقای زندگیمو تعریف کنم. من قبلا دانش آموز خوبی نبودم و اصلا درس نمیخوندم. دائما توی کامپیوتر در حال هک کردن سایت‌های مختلف بودم و از این کار لذت میبردم. با برادر کوچیکترم مکس تنها زندگی میکردیم چون مادرمون به علت یه بیماری توی بیمارستان بستری بود. بیماری مادرم یک بیماری خطرناک بود و به یه درمان قوی نیاز داشت. با دکترش صحبت کردم و قرار شد یه درمان معجزه آسا انجام بده تا مادرم هرچه سریعتر خوب بشه. اما اون درمان به پول خیلی زیادی نیاز داشت. برای همین توی خطرناکترین سایت‌های دارک وب میگشتم تا بتونم یه پول خیلی زیادی رو به دست بیارم. اصلا به این فکر نمی کردم که در آینده ممکنه چه اتفاق وحشتناکی برام بیفته. فقط تلاش می کردم پول درمان بیماری مادرم رو جور کنم. یه روز مثل همیشه رفتم خونه و روی مبل دراز کشیدم که یهو از اتاق برادر کوچیکترم مکس یه صدای عجیبی شنیدم. تعجب کردم. بلند شدم و رفتم در اتاقش رو باز کردم که دیدم خودش جلوی لپتاپش نشسته و به یه چیزی خیره شده. اونقدر غرق تصویر شده بود که هرچی صداش میزدم نمیشنید. رفتم جلوتر تا ببینم به چی اینقدر دقیق داره نگاه میکنه و با چیزی که دیدم وحشت زده شدم. یه مردی که دستش کاملا خونی بود و یه لبخند عجیب غریب روی لبش داشت. چشای قرمزش خیره داشت مکس رو نگاه میکرد. طوری نگاه میکرد که انگار داره مکس رو میبینه. واقعا جا خورده بودم و ترسیده بودم. سریع رفتم جلو و لپتاپ مکس رو خاموش کردم. رو بهش کردم و بهش گفتم معلوم است داری چی کار میکنی؟ اونم هم گفت که من فقط میخواستم به مامان کمک کنم. دیدم تو داری این کار رو میکنی. منم گفتم شاید بتونم کمکی کنم. اون لحظه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. حتی نمیتونستم مکس رو سرزنش رو دعوا کنم. چون اونی که باعث شده بود بره سمت این کارا من بودم. فقط ازش خواهش کردم که دیگه هیچ وقت سراغ اون سایت نره و حتی لپتاپش هم روشن نکنه. اما همیشه به این فکر میکردم که نکنه اتفاق بدی برای داداشم بیفته. چند ساعت بعد در خونمون زده شد. رفتم تا ببینم کیه. از توی سوراخ چشمی نگاه کردم اما کسی رو ندیدم. در رو باز کردم و اطراف رو دید زدم. بازم هیچ کس نبود. در رو بستم و اومدم روی مبل نشستم. همینطور که مشغول فکر کردن بودم یهو صدای شکسته شدن شیشه شنیدم. با ترس بلند شدم و اطراف رو نگاه کردم. دویدم سمت پنجره ها و دیدم که یه نفر با سنگ شیشه پنجرمونو شکونده. خیلی ترسیده بودم و اون لحظه فقط به برادر کوچیکترم مکس فکر میکردم. با ترس دویدم سمت اتاقش. همینطور که داشتم میرفتم یهو یه نفر رو مقابل خودم دیدم. درسته، اون همون کسی بود که توی دارک وب داشت به مکس نگاه میکرد. با اون پوزخند وحشتناکش داشت به من نزدیک و نزدیکتر میشد. دستش رو آورد بالا و منو هل داد. منم محکم خوردم زمین. اصلا نمیتونستم از سر جام بلند شم تا فرار کنم. هیچ کاری نمیتونستم بکنم و یهو شروع کرد مشت زدن به صورتم. اونقدر درد داشت که نمیتونم حتی توصیفش کنم. یک سوزن بزرگ در آورد و اونو محکم زد توی گردنم. بعد از زدن اون سوزن کل بدنم بی‌حس شد. حتی نمیتونستم انگشتای دستم رو تکون بدم. صدای فریاد مکس رو شنیدم و دیدم که اون مرد رفت به سمت مکس. میدونستم که الان قراره بره سراغ اون و بلایی بدتر از من سرش بیاره. اما اصلا نمیتونستم تکون بخورم. هر چقدر تلاش میکردم که برم سمت اتاقش بیفایده بود. اون روز بدترین روز زندگیم بود. وقتی به اتاق مکس نگاه کردم دیدم مادرم اونجاست. اونا از بیمارستان مادرم مرده بودن خونه تا بکشنش و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اون مرد 2 شوک الکتریکی در آورد و روی قفسه سینه مادرم گذاشت و اونقدر فشار داد که مادرم دچار شوک الکتریکی شد. من همه اینا رو داشتم میدیدم اما هیچ کاری نمیتونستم بکنم و این موضوع حال منو خیلی بدتر میکنه. همونطور به مادرم شوک الکتریکی میداد و من و برادر کوچیکترم مکس داشتیم اون صحنه رو
با ترس و وحشت میدیدیم. حتی به برادری کوچیکم مکس یه نگاه هم نکرد. اون فقط هدفش این بود که جلوی چشمای ما مادر مریضمون رو بکشه. بعد از اینکه موفق شد نبضش رو چک کرد و وقتی که مطمئن شد مرده به ما یه نگاهی کرد و چشماش رو بست و از اونجا رفت. خیلی بد بود. داشتم رفتن قاتل مادرم رو میدیدم اما هیچ کاری نمیتونستم بکنم. حتی نمیتونستم از سر جام بلند شم. مکس که داغون شده بود با چشمای گریون داشت به مادرمون نگاه میکرد. من و مکس هر دوتامون شوکه شده بودیم و اون مرد از پنجره‌های شکسته شده فرار کرد. یه مدت بعد رفتم پیش پلیس و همه چیز رو براشون تعریف کردم. اما اونا حرف منو باور نکردن و گفتن که اصلاً این مرد رو ندیدن. به خاطر اون موادی که به هم تزریق کرد دچار یه بیماری عجیب شدم که هیچ درمانی نداشت. دکترها میگفتن که هیچ کاری نمیتونن برام بکنن و یه مدت تو من توی بیمارستان بستری بودم. از مکس دور بودم و هیچ خبری ازش نداشتم. اما حالم اصلا خوب نبود و نمیتونستم از بیمارستان بیام بیرون. بعد از یه مدت بستری بودن بالاخره دکترها به هم اجازه دادن تا برم خونمون و مکس رو ببینم. وقتی رفتم خونه با دیدن مکس شوکه شدم. اصلا اون مکس سابق نبود. اون خودشو مقصر این اتفاقا میدونست و میگفت که اصلا خودشو نمیبخشه. هرچی باهاش حرف میزدم و میگفتم اون مقصر نیست و من باعث شدم که وارد این سایتا بشه، اما بازم حرف خودشو میزد. اما من میدونم که مقصر اصلی خودمم و هیچ وقت بابت این موضوع خودمو نمیبخشم.